سلام دوست عزیز، بازم به برنامه ما خوش آمدین. امید که جور باشه، صحتمند، سرحال باشه. آمدیم آشپزخانه یک صبحانه تیار میکنم دیگه. بیننده باشید دوستا. امید که خوش شما بیا دیگه. و من شیر کنی، لایک کنی، سابسکرایب یادتان نره دیگه. دوستا بخیر. رومی یا شمیده کنم یه 6 تایمش آوردم یا شمیده کنم بخیر. بعد از او با سرخش میکنیم با یا شمیده. خب دوستان، حالا گاز سدار بتم پیش از اینکه رومی رو میده کنم گاز سدار نداده بودم. گاز سدار میدیم. سیرش هم سرش میده کنیم. سیرش قدم خودش با بیرون میشه. باز تو گوش هم میمونه، خیلی مزه‌دار میشه. خب دوستا روغنش هم داغ شد. اینجا بشه رومی میشن. رومی سیرانه به شکل جوره ریزه کنم.
در جون اومدی؟ سلام بده بچه به دوستان. الله صدقه بچه میشم میگه با ما لایک کنی سابسکرایب کنی بلند بگه بچه بلند بگه دوستا بفهمن بگو لایک کنی شیر کنی سابسکرایب کنی بگو بچه دوستا میگه تو دوستا نمیفهمه بچه او بچه شیرین آفرین بچه معقول گفت نمکش انداختم این حال بخیر دیگه سرش برای یک چند دقیقه بسته میکنم دیگه که رومی ازی بشاره بعد از او بخیر تخمش هم اندازیم آماده میشه بینه بخیر نوش جان میکنیم دوستا شما بخیر در خانه تان آماده کنیم و نوش جان کنیم خب دوستا امید خوش شما بیا آشپزی ما دیگه همیشه بیننده ما باشی دیگه بخیر باشی سلامت باشی هر جایی که هستی دیگه به ما شیر و لایک سابسکرایب یادتان نره دیگه امید که آشپزی ما خوش شما بیا دیگه سلامت باشی آشپزخانه ما خوب میزیوا دارم دیگه یک ذره میزش بلند است که تو سر میز دی کنم دستم شهر میمونه البته بازم تو ششتکای داری ازی خیلی راحت نیم فرشی گپایش خاطری ششتی که بخیر امروز صبح بخیر صبح دیگه پاکاری کنم پس سوار کنم بخیر دیگه خب میفهمید دوستا که هر جایید میباشه یک ذره گدوری میباشه خاطر از امی دیگه باز بخیر اوار میکنیم و خیلی پاک صدره انشالله باز میبینیم خب دوست عزیز دیگه در جانم آمد از یه ششت است یا بسیاری در برنامه میگه که به ما لایک کنی شیر کنی سابسکرایب کنی برای واسطه میگه دیگه بچه بلند بگه که دوستا بفهمه به ما شیر و لایک سابسکرایب کنه بخیر بلند بگو بچه که میگی لایک کنی باش که بچه پخته کن نال بخیر تخم آماده شود دیگه در جان نوش جان میکنه بلند بگو جان بچه جان چی؟ چاقو؟ ورزش شوش چرا؟
خب دوستا دیگه بسیار زیاد تشکر از کسایی که مرا میبینه. کامنت خانی تا کرده بودم، بسیار زیاد از کسایی که دیگه کامنت زیبا به من مانده بودن. اون موبایل دیگه ما یک مشکل داشت دیگه، چند جایش تو بند شده بود. بسیار ببخشید دوستا، بسیار زیاد تشکر از امیتان کسایی که بیننده ما هستن. بسیار زیاد تشکر. یکان ویدیو ما تو خیره میآید یک چی می خراب دیگه، بسیار یک مشکلات داره دیگه. موبایل خراب است دیگه. انشالله بخیر دیگه این موبایل یک کس از کس دیگه دیگه بخیر هر چیز زودتر انشالله تعالی بخیر یوتیوب سر چه انشالله تبدیل میکنم بخیر موبایل ما دیگه که صدای صاف، ویدیو پاک شفاف و بیننده بیاید که بخیر شما ببینین و انشالله دیگه لذت ببری از آشپزی ما. امید که خوش شما دوستا بیاید و خیر سلامت باشید بخیر دیگه انشالله دیگه جوش میکنم. خیر بازم ببخشید که یکان جای خرابی میکنه، تاثیر موبایل است دیگه. بسیار زیاد از کسایی که دیگه من بینیدیم هستن بسیار زیاد تشکر میکنم. بخیر باشی، سلامت باشی. کسایی که داخل افغانستان هست، کسایی که بیرون از افغانستان هست بینیدیم هست، بسیار زیاد از همگیتان تشکر. از کمانده مقبولتان به ما شیر کنی، لایک کنی، سابسکرایب کنی یا زیادتانه را بسیار زیاد تشکر. از کل دوستان که به ما شیر میکنه، لایک میکنه، سابسکرایب میکنه بسیار زیاد تشکر. نگهشون بزن پای بچه بزن پای شوخی نکن بچه بینده با خانده میکنه میگه در جا شوخه در جا خوب بچه است. کتابچه میره نشته میکنه، قلم در جا رو میبینی دوستا، در جا می بخیر دیگه نوشته میکنه، در جا بخیر درس بخونه، درم چی شده بخیر دکتر شده. خب چی میشی بخیر؟ واحد نجن میشی؟ خب میگه من دکتر میشم واحد نجن میشم. و این بچه فوتبالیست میشه بخیر، ورزش میکنه انشالله بخیر، ورزش میکنه. خب دوستا دیگه یه آماده شد دیگه. امید که خوش شما بیا آشپزی ما شما بخیر در خانه تان آماده کنی، نوش جان کنی دیگه. باش که بخیر بایدار جان یا پرتم یه زیادار جون جو خب دوستا دیگه به سعی کنیم چه قسم آمده. خیلی عالی، خیلی مزه‌دار آمده دوستان. شما بخیر در خانه تان آماده کنی و نوش جان کنی. این انبو آشپزی امروز ما تا آشپزی بعدی. الله یار و نگهدارتان. به ما شیر کنی، لایک کنی، سابسکرایب کنی یا دوستانه را دیگه. بسیار زیاد تشکر. بای دوستان خداحافظی کنید. خداحافظ دوستان.